سوگند به خدا اگر بخواهم میتوانم هر کدام شما را از آغاز و پایان کارش و از تمام شؤون زندگی آگاه سازم. اما از آن میترسم که با این گونه خبرها نسبت به رسول خدا کافر شوید. آگاه باشید که من این اسرار گرانبها را به یاران رازدار و مورد اطمینان خود می سپارم. سوگند به خدایی که محمد را به حق برانگیخت و او را برگزید، جز به راستی سخنی نگویم. پیامبر اسلام همه اطلاعات را به من سپرده است و از محل هلاکت آن کس که هلاک می شود و جای نجات کسی که نجات می یابد و پایان این حکومت همه را به من خبر داده و مرا آگاهانده است. ای مردم، سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی کنم مگر آنکه پیش از آن خود عمل کردم و از معصیتی شما را باز نمی دارم جز آن که پیش از آن ترک گفتم.